خیلی خوش اومدید به ویدیو خودتون. من متین هستم و در این ویدیو قراره که شما رو با کل دنیای انیمه آشنا کنم و در همین راستا قراره که به 5 تا سوال عمده بپردازیم که 1. انیمه چیه؟ 2. مناسب چه سنینیه؟ 3. چه ژانرهایی داره؟ 4. ارزش دیدن داره؟ و 5. اینکه خب چه انیمه هایی رو ببینیم. اگر شما هم دوست دارید که مثل من جواب این 5 سوال رو داشته باشید، پس حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید و اگر ویدیو رو تمام صفحه کردید دکمه رو بزنید در بیاید، لایک رو بکوبید، دنبال کردن هم بزنید، زنگوله رو فعال کنید که هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم براتون اطلاع بیاد و بتونید بیایید و تماشا کنید. دیگه حرفی نمیمونه، بدون معطلی بزنید بریم سراغ ادامه ویدیو. انیمه چیه؟ انیمه به انیمیشن هایی میگن که منحصرا در دست ژاپن هستن و فقط در همونجا تولید و عرضه میشن و از روی ناول، لایت ناول، مانگا و بازی های ویدیویی و گاهی هم مانگاهای کره‌ای و ژاپنی درست میشن که مانگا در از یک سری کمیک بوک هایی هستن که اونها هم باز منحصرا در دست ژاپن هستن و اما کره و چین هم درست میکنن، اما اسمشون متفاوته که مانگای کره‌ای رو بهش میگن مانهوا که همون مانگای معمولی منتها رنگیه و منهوا هم متعلق به چین هستش که ما خیلی وارد زیر شاخه هاشون نمیشیم و به این موضوع میپردازیم که رده های سنی انیمه به چه شکله. رده های سنی انیمه به 5 شکله و شما جز هر دسته‌ای که هستید میتونید برید و انیمه های منحصر به فرد خودتون رو تماشا کنید و از تماشاش لذت ببرید. دسته اول دسته کودوما هستش که در ژاپنی به معنای بچه است و مناسب سنین زیر 10 الی 12 ساله و از آثار خوبش هم میتونیم به پوکیمن اشاره کنیم. دومیش ژانر شوننه که برای پسران 12 یا 11 الی 18 سال درست شده. البته انیمه شونن رو همه سنین و همه جنسیت ها مشاهده میکنند، اما به صورت تخصصی تر برای سنین 12 تا 18 ساله پسرها ساخته شده و عموما بر مبنای زندگی شخصیت اصلیه و ژانرش هم عموما اکشن، مبارزه‌ای و علمی تخیلی و از اینجور چیزهاست و بهترین آثاری هم که در این ژانر وجود دارند عبارتند از مثلا فوتبالیست ها، ناروتو و وان پیس. سومی ژانر شوجو هستش که برای دختران 12 یا 11 تا 18 سال ساخته میشه و عموما در رابطه با شخصیت اصلی مؤنث داستانه و عموما هم به صورت داستانهای رمانتیک و احساسیه و از آثار شاخصش هم میتونیم به کابوی بیپاپ، شوالیه های جادویی و آثاری از این قبیل اشاره کنیم. چهارمین ژانر جوسه یا همون جوسه هستش که برای بانوان 18 الی 40 سال ساخته میشه و از آثار محبوبش هم میتونیم به اینها اشاره کنیم که عموماً به همون لحاظهای احساسی و رمانتیک زندگی میپردازه اما با یه نگاه بالغانه تر. ژانر پنجم سینن هستش که برای مردان 18 تا 40 سال ساخته میشه و عموماً در رابطه با محتواهای داستانی پیچیده و گاهی مثبت 18 ساخته میشه و البته دوست دارم این موضوع رو هم باهاتون به اشتراک بذارم که به این دو ژانر آخر یعنی سینن و جوسه ژانرهای R18 هم گفته میشه که در بعضی اوقات ژانرهای شونن و شوجو که برای دختران و پسران 12 تا 18 سال بودن هم به این ژانرها تبدیل میشن، یعنی به این شکل که یک انیمه که مناسب پسران یا دختران 12 تا 18 سال هست ممکنه در ادامه داستان جوری روند پیش بره که تا حدودی به این آثار سینن و جوسه تبدیل میشن یا به حدودی نزدیک میشن که میتونیم از این آثاری که در اول داستان شونن بودن و در انتها به سینن تبدیل شدن به شاهکار اتک اشاره کنیم. در رابطه با ژانرهای انیمه میتونیم بگیم که تمامی ژانرها رو شامل میشه و در واقع در تمامی عناصری که در صنعت فیلمسازی وجود داشتن ما انیمه داریم و خیلی هم زیاد و زیبا داریم و البته ناگفته هم نمونه که بعضی از ژانرها اصلا داخل انیمه خیلی بیشتر بهشون پرداخته میشه و حتی چند تا ژانر در
داخل انیمه ها به وجود اومدن که اگر بخوام براتون چند مثال بزنم از تمام ژانرهایی که داخل انیمه وجود داره، میتونیم به اکشن، ماجراجویی، بخشی از زندگی، روانشناختی، تخیلی، علمی، روانشناختی و همه ژانرها دیگه، همه ژانرها اشاره. اما با این همه صحبتی که شد، آیا انیمه ارزش دیدن داره؟ باید بهتون بگم که قطعاً داره. انیمه در تمامی سنی و در تمامی ژانرها ساخته شده و قطعاً انیمه هایی هستن که مناسب شما تماشاچی عزیز یا هر انسان دیگه روی کره زمین باشه و در اصل تئوری انیمه بر این راستا بوده که برای هر کسی یک انیمه حداقل وجود داشته باشه و شک نکنید انیمه ایرم که شما دوست داشته باشید قطعاً در صنعت انیمه ساخته شده. فقط باید وقت بذارید و پیدا کنید اون انیمه رو که دوست دارید و تماشا کنید. حالا چه انیمه هایی رو تماشا کنید؟ اگر زیر 10 تا 12 سال هستید بهتون پوکیمن و دیجیمون ها رو پیشنهاد میدم. اگر پسر هستید و بین 12 تا 18 سال سن دارید بهتون انیمه های اتک آن تایتان، دیمن اسلیر و جوجوتسو کایسن و حتی دفترچه مرگ رو بهتون پیشنهاد میدم که به نظر من واقعا جز بهترین انیمه هایی هستن که شما در ژانر شونن یا همون پسران 12 تا 18 سال میتونید پیدا کنید. اگر در همین ردیه سنی هستید اما دختر هستید بهتون انیمه های سینمایی I Want to Eat Your Pancreas و Your Name و انیمه سریالی واندر اگ رو بهتون معرفی میکنم. اگر مرد هستید و بین 18 تا 40 سال سن شما هست بهتون همچنان اتک، وینلند ساگا، مانستر و حتی برزرک رو پیشنهاد میدم. اگر در همین رده سنی اما یک بانو هستید که دارید ویدیو ما رو تماشا میکنید بهتون همچنان انیمه سینمایی I Want to Eat Your Pancreas و انیمه نانا رو پیشنهاد میدم. البته این رو هم بهتون بگم که لزوما اگر شما یک فرد مثلا 30 ساله هستید هیچ اجباری وجود نداره که شما فقط انیمه های سینن رو تماشا کنید. ممکنه شما انیمه های شونن رو دوست داشته باشید، ممکنه حتی دیجیمون ها یا پوکیمن رو دوست داشته باشید و یا حتی I Want to Eat Your Pancreas یا Your Name. بهتون بگم که خیلی از اشخاص هیچ نیم نگاهی هم حتی به ژانرها نمی‌کنن و صرفا نگاه میکنن. به شما هم پیشنهاد میدم بعد از یه مدت که با دنیای انیمه آشنا شدید و وارد این کمیونیتی شدید دیگه زیاد به این موضوعات توجه نکنید و صرفا اگر از یک انیمه خوشتون اومد حتما نگاش کنید صرف نظر از اینکه چه ژانری داره و یا مناسب چه سنیه و فقط از اون لذت ببرید. دیگه صحبتی نمیمونه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدارت.